احمدی نژاد سخنرانی داره، وقتی میره پشت میکروفون یاد هاله نور میافتن دور سرش. اس‌ام‌اس‌هاش رو که هممون خوندیم، یادتون هست حتما ماجرای هاله نور چی بود؟ این ماجرای رئیس جمهور میگن بله احمدی نژاد گفته از ما چی هم هاله نور ما نورمون کجا. البته هر کس کلام خدا رو تکرار میکنه، جنس کلام خدا نوره دیگه، جنس کلام پیامبران نوره، جنس عدالت نوره، جنس پاکی نوره، جنس صداقت نوره، حقیقت اینا نوره، نوره اینا. منطقه نه ای که حالا محمد نژاد یه ویژگی هایی داره، مثلا یه اتفاق خاصی، اینا نیست که. منطقه یه دم هستن هر چیزی رو استفاده میکنن برای تخریب کردن، برای تخریب کردن. مثل آقایی که رفته بود یه حرفایی زده بود، دیدمش من گفتم که همین هاله نور رو گفته بود؟ نه همین که نه، مثلا رفته بود گفته بود که مثلا اینا وقتی نماز میخونن یه جای نماز خالی میندازن جلوشون. اینی که اتفاق افتاده بود در کرج، البته یه عده شیادی بودن از این کارا میکردن و وقتی میخوان تو دولت بشینن یه صندلی برای امام زمان میذارن یا سر سفره یه ظرف خالی میذارن. من دیدمش گفتم مرد حسابی، هرچی ما غذا میخوریم همش به واسطه امام زمانه، همه سفره مال امام زمانه. ما نفس میکشیم، زندگی داریم به اذن خدا به واسطه امام زمانه. بعدش هم تو اشتباه کردی، امام زمان اگه بخواد بیاد تو دولت تنهایی نمیاد که یه صندلی بذارن، با یارانش میاد. چقدر پیاده ای. امپراتوری آمریکا در جهان به پایان راه خود رسیده است. یه نفر اصلا تو وقتی تو شروع کردی بسم الله اللهم اینجوری دهاتی کسی رفتی توی حسن، توی حسن تا آخر من خودم همین احساس کردم، همین احساس کردم که اصلا فضایی دفعه عوض شد.